صلح که اون را برداشته شود تطبیق کرده شود از یک طرفش اون کس بود از طرف دیگرش من بودم. بنابراین زحمت های به وجود اومدن صلح و تطبیق صلح را من درک میکنم. این آدم از همه چیزش گذشت، از همش، از کماندیرهایش گذشت، بعضی رهبرهای سیاسی که در اطرافش بودن گذشت، حتی در بعضی موردها از جانش گذشت. من در اون خسته که آقای رحمانوف رفته بود جگر در کار بود و خودگذشتگی باید آدم از جانش میگذشت باید اونجا میرفت. و یا درای تنگی است که کاملا در اختیار ما بود. هر کاری که میخواستیم حتی افغان ها کدام